گذاشتیم ماشین که چالان کردیم رفته فرست میشه. محمد ظاهر جوان مبتکر جوزجانی که مکتب را تا صنف 8 خوانده و از زمان کودکی در نزد پدرش در رشته گوتی‌کشی کار کرده است، دست به اختراعی زده و تاکنون توانسته دوبار دستگاه پرس گرم نجاری بسازد. این ماشین ساخت خودم است، بس خاطر که مردم سرگردان نشن، نه چین میرن نه ترکیه میرن که سرگردان شوند. حالا خود ساخت خود افغانستان است که مردم هیچ وقت سرگردانی ندارن. اینجا اینا رو که میبینید همش درجات است. مثلا 15-20 دقیقه میمونیم. اسمت الله، یک دوست نزدیک محمد ظاهر، میگوید هدف از ساخت این دستگاه بزرگ از این بوده که مشکلات و نیازمندی های کسبکاران را در جوزجان و ولایات همجوار و حتی در برخی دیگر ولایات افغانستان مرفوع سازد. حالا مردم ضرور نیست که به خاطر جور کردن دروازه خود از کشورهای چین یا ترکیه برن ماشین بیارن، بسیار برشان گرنگ تمام میشد. حالا میتونن که از ساخته شده خود جوزجان از استفاده کنن نجارای خود ما. این مخترع جوزجانی از حکومت میخواهد که زمینه را برای جوانان مانند او فراهم سازد تا بتوانند با استفاده از ذهن خلاقشان در بخش‌های مختلف اختراعاتی داشته باشند.